بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شيخ الإسلام رحمة الله عليه در عقیده واسطیه یک چند آیت های را که الله سبحانه و تعالی در آن خود را وصف کرده است ذکر کردند و از جمله گفتند که الله سبحانه و تعالی میگوید ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء علیم. الله تعالی در این آیات میگوید که نجوایی که بین سه نفر می شود چهارمین آنها الله تعالی هست. نجوا این سخن سری پنهانیه که بین دو کس یا زیاده از این صورت میگیرد، یعنی بین همدیگر در یک جای جمعیتی دو نفر یا سه نفر یا زیاده از این پیچی راست زنان بین همدیگر چنان مخفیانه سخن میکنند که دیگرها نفهمد. الله تعالی میگوید که نجوایی که بین سه نفر میشود چهارمین آنها الله تعالی هست. ما یکون من نجوه یعنی با صیغه نفی آمده است. هر نجوایی که نمیشود در بین سه نفر مگر چهارمین آنها الله تعالی هست. ولا خمسة الا هو سادسهم، اگر نجوا بین 5 نفر باشد ششمین آنها الله تعالی هست. یعنی الله تعالی از آن سخن با خبر است. الله تعالی میشنود، اگرچه پست میگویند تا اینکه دیگرها نشنود و نفهمد، ولی الله تعالی میفهمد و میشنود. ولا ادنى من ذلك، اگر رفتو از 3 نفر کم باشند یا از 5 نفر کم باشند مانند 4 نفر یا 2 نفر، ولا اکثر یا از این عددهایی که الله تعالی مثال آورد 3 و 5 زیاد باشد، 6 نفر باشند یا 7 نفر باشند، الا هو معهم مگر الله تعالی همراهی آنها هست اینما کانوا هر کجایی که باشند. یعنی رفت سیاق آیت اگر شما نظر کنید و با دقت اهمیت دهید، یعنی الله سبحانه و تعالی گپ درباره نجوا رفته ایستاده است. نجوا سخن سری هست. اگر 3 نفر سخن سری را بین همدیگر بگویند، دانند که الله تعالی هم آنجا هست، میشنود. یعنی با شنواییش و با اطلاعش، اطلاع الله تعالی وسیع هست. اطلاع یعنی آگاهی الله تعالی تمام دنیا و بیرون دنیا را احاطه کرده است. و هو معهم الله تعالی همراهی آنها هست، یعنی همراهی نجوا کننده ها اینما کانوا در هر کجایی که باشند، کجایی که رفتند، در هر کجایی که نقشه کشیدند، مصلحت کردند، پنهانی از دیگرها بود، الا هو معهم مگر الله تعالی همراهی آنها هست. ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامه، سپس روز قیامت به آن عملهایی که کردن الله تعالی آنها را آگاه میکند. شما فلان روز فلانی ها در فلان مکان جمع شدید، فلان مصلحت ها را کردید، در حق فلانی فلان گپ ها را گفته الله تعالی آنها را آگاه میکند. بعد در آخرش گفت که ان الله بكل شیء علیم، الله تعالی به همه چیز علیم است، یعنی نهایت دانشمند است، نهایت دانا هست به همه چیز. بنابراین امام احمد رحمت الله علیه گفتند که افتتح الآیه بالعلم و اختتمها بالعلم، الله تعالی آیت را با علم افتتاح کرد، کشاده اعلان کرد و با علم به نهایت رسانید. ابتدای آیت این سوره مجادله است. الله تعالی میگه که الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض،
مگر تو نمیبینی که الله تعالی میداند آن چیزی که در آسمان ها هست و آن چیزی که در زمین است. یعنی با علم شروع کرد. آن چیزی که در آسمان ها، هر مخلوقی که هست، هر گپو هر عملی که می شود الله تعالی میداند. و ما فی الارض، هر کار و هر گفتار، هر کرداری که در زمین می شود، هر حادثه که در زمین میشه الله تعالی یعلمو میداند. این ابتدای آیت است. آخری آیت ان الله بكل شیء علیم، الله تعالی به همه چیز دانا هست گفت. یعنی بیهوده سلفی صالح نگفتن که الله تعالی با علمش در همه جا هست، با اطلاعش، یعنی الله تعالی مطلع هست، آگاه هست. چون که گفت که ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامه، سپس روز قیامت آنها را آگاه میکند، چون که الله تعالی آگاه هست از هر یک سخن و از هر یک عمل آنها. بنابراین این آیت برای چی شیخ الاسلام رحمت الله علیه این آیت را بعد آیت استوا و عالی بودن الله تعالی بر خلقش آوردند. یعنی الله سبحانه و تعالی اگرچه در بالای عرش است، اگرچه از همه مخلوقات در مرتبه عالی هست، او با همراهی آنها هست و هر کجایی که باشند، هر سخنی که میگوین الله تعالی میشنود. معیت الله تعالی این صفت الله تعالی هست. یعنی الله تعالی همراهی ما هست هر کجایی که هستیم. این معیت به دو قسم تقسیم می شود: معیت عام و معیت خاص. معیت عام یعنی چی؟ معیت عام مانند همین آیت. نجواگرها چی شخصای با هستند؟ خواه شخصهای بد هستند که غالبا نجوا کننده ها شخصانی بد میشن، خواه بگذار در بینشان مومن و مسلمان ها باشدم، الله تعالی میشنود. نگفت که این نجوا کننده ها کی هست؟ عام است. یعنی این معیت عام است. اگر دو نفر در یک جا نشسته سخن پنهانی گویند، الله تعالی سیومین آنها هست. یعنی معنای آن را ندارد که الله تعالی دوستدار آنها هست، طرفدار آنها هست. فقط الله تعالی با علم و اطلاع عامش، یعنی آگاهی عامش، با خبر است از هر سخنی که میگویند. اصلی سبب نزول این آیت بعضی مفسرها میگویند که یهودان مدینه با مشرکین چی میکردن؟ نجوا میکردن. یعنی به یک طریقه نجوا میکردن که با میدانوندن که گویا این نجوای آنها متعلق به مسلمان ها هست. یعنی درباره مسلمان ها سخن کرده ایستادند و با همین وسیله مسلمان ها را غمگین میکردن. مسلمان ها غمگین میشونن که مقصد اینها ما رو درباره ما نقشه دارن، درباره ما سخن کرده ایستادن، بین خداشون افتاد. اونها مخصوص همین کارو میکردن تا اینکه آنها را غمگین کنن. بعد این آیات آمد، بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را نهی کردن که آنها باز نایستادن از این عملشون. بعد این آیات نازل شد که مقصد بگذار هر چیزی که شما بین خودتون پنهانی میگویید دانید که الله تعالی چهارمین شما است. اگر شما 3 نفر باشید، اگر 5 نفر باشید، ببینید آیات در حق یهودا آمدگی است. یعنی این معیت الله تعالی همراهی یهود، یعنی به معنای این نه که یک از جانب الله تعالی برای آنها نیکی باشد. این معیت عام است که الله تعالی بگذار این نجوا کننده کسی نباشد، الله تعالی سخن او را میشنود، حال او را میبیند، از احوال آنها با خبر است. این معیت عام است. اما باقی مانده آیات هایی که مصنف رحمت الله علیه آورده، اینها مثال به معیت خاص است. و قوله الله تعالی که لا تحزن ان الله معنا، این سخن جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به حضرت ابوبکر است. وقتی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه و ارضاه همراهی پیامبر صلی الله علیه وسلم هم صحبتی، هم سفر و هم صحبت در بهترین سفر، در سفر هجرت به سوی الله تعالی بودند، به غار پنهان شدند، به غار ثور.
همین وقت بود که مشرک ها به واسطه آن شخصیت هایی که عزه را میشناسد، آثار شناس هایی که از قفای عزه متخصص به همین ساحه هستند، به واسطه همین ها کافته تا نزدیکی غار آمدند و حضرت ابوبکر گفتند که یا رسول الله لو نظر احدهم تحت رجلیه لابصرنا، یا رسول الله اگر یکی آنها به زیر قدمش نگاه کند ما رو میبیند. غاری بود که دهانش گشاده بود، یعنی اگر پایان رو نگاه میکنید در این غار دیده میشد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که ما ظنک، تو چی گمان داری در حق آن دو نفری که ثالثهما، سیومین آنها الله تعالی است؟ تو چی گمان میکنی در حق این دو نفری که، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم و ابوبکر، سیومین آنها الله تعالی است؟ بنابراین منقبه خاص ابوبکر است. از بین صحابه ها یگان انسان به این مرتبه نرسیده است که دو نفر باشد و سیومین آنها الله تعالی باشد. ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابوبکر، الله تعالی. ما ظنک باثنین الله ثالثهما، تو چی گمان داری در حق این دو نفری که سیومین آنها الله تعالی است؟ بنابراین شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که فضائل الصدیق خصیصتون او کما قال، گفتن که فضیلت های ابوبکر خاص است، یعنی آن فضیلت هایی که ابوبکر صدیق دارد دیگرها ندارد. حتی لقبش خلیفه رسول الله به الله تعالی رفته میرسد، خلیفه رسول الله. اما از آن عمر لقبی که مسلمان ها دادن امیر المؤمنین، نسب عمر به مؤمن ها نسبت داده میشد به پایان، نسب ابوبکر به آسمان. فرقی ابوبکر و عمر فرق زمین و آسمان است. بنابراین هر فضیلتی که حضرت ابوبکر دارن خاص ابوبکر است، دیگرها شریک نمیشوند. گفتم این سخن شیخ الاسلام است، هیچ کس نگفته است این خیلی سخن در حق ابوبکر. در حق ابوبکر صدیق در منهاج السنه که 9 مجلد است، یک نوع سخنهای را شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه از حدیث و آیات ها استنباط کردن که یگان انسان در حیاتش نگفته است. و پدری استادمان محمد ابن عبدالرحمن قاسم رحمت الله علیهما یک کتاب جمع کردن از داخل منهاج السنه، ابوبکر صدیق نامش. هر یک جلدی یک مجلد خرد است. ابوبکر صدیق از سخنهای شیخ الاسلام ابن تیمیه در داخل کتاب منهاج السنه، یعنی منهاج السنه اثر تا آخر خوانده برآمدن. هر جایی که شیخ الاسلام درباره ابوبکر سخن کردن انا همون سخن علاهیده آوردن. یعنی کتاب ابوبکر صدیق سخن شیخ الاسلام از پره، لیکن جمع آوری از آن محمد ابن قاسم است. این کس جمع کردم رحمت الله علیه، در همون جا همین خیلی سخنها رو میارن. خلاصه این فضیلت صدیق است رضی الله عنه. غمگین مشو. غمگین غالبا به کار گذشته یا از آمدن یک مصیبتی که خطر دارد. لا تحزن، غمگین مشو، پروا نکن. ان الله معنا، الله تعالی همراهی ما است. اینجا معیت خاص است، یعنی الله تعالی همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم، همراهی ابوبکر، یعنی با نصر و با تأیید، با یاری و با دفاع از رسولش و از خلیفه رسولش. واقعا اگر پاشو میدیدن هر دوی اینها را، لیکن محافظت الله تعالی بود، توکل جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که الله همراهی ما است، پروا نکن. گفتن ندیده برگشتن به قفا و هجرت به نهایت رسید. اننی معکما اسمع و ارا، این آیت در خصوص حضرت موسی و هارون است. وقتی که الله تعالی به نزد فرعون فرمان داد که حضرت موسی در پناهندگی در دیگر کشور بودند، اگر به مصر می رفتن حکمشان قتل بود.
الله تعالی موسی رو امر کرد که تو رفته فرعون رو دعوت کن به سوی الله تعالی که فرعون طغیان کرده است. بعد حضرت موسی گفتن که پروردگار من میترسم آنها ما رو به قتل میرسانند. اننی معکما اسمع و ارا، من همراهی هر دوی شما هستم، یعنی هارون و موسی، من همراهی شما هستم. اسمعو، میشنوم و میبینم. ببینید آیت دلالتی واضح میکند که الله تعالی با شنواییش و با بیناییش و اینچنین همراهی موسی و هارون با حفظ و با یاریش همراهی اینها است. یعنی من شما رو یاری میدیم، من شما رو نگاه میدارم، آنها به شما هیچ کاری کرده نمیتونن. الله تعالی وعده کرد و واقعا الله تعالی به وعده هایش وفا میکند. حضرت موسی را محفوظ داشت، فرعون چیزی کرده نتوانست. این آیت دلالت به صفت معیتی پروردگار میکند که الله تعالی همراهی بندگانش است، اون بندگانی که پرهیزگار و صالح هستند الله تعالی همراهی آنها است، یعنی جانبدار آنها، طرفدار آنها، نصرت دهنده آنها، یاری دهنده آنها، پشتبان آنها هست. یعنی همراهی آنها به همین معنا، نه ذاتاً الله تعالی در بری موسی و هارون نیست، ذاتاً در بالای عرش است. این عقیده اهل سنت و الجماعت، سخن صحابه ها و تابعین و تبع تابعین و امام های اهل سنت و الجماعت است. بعد آیت دیگری را آوردم. الله تعالی میگوید که ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. الله تعالی همراهی تقوادارها هستند و همراهی احسانکارها هستند. تقوا چی است؟ ما گفتیم که بهترین تعریفی که تقوا را تعریف کردن یعنی شناسانیدن، این طلق ابن حبیب گفتن که تقوا الله ان تعبد الله علی نور من الله ترجو ثواب الله. تقوای الله این است که الله تعالی را عبادت کنی، با علم عبادت کنی، به علم نه، از پیش خودت یک چیز نگویی، چیزی که دلیل ندارد سخنی نقص کو، گفته با عقلت مردم تبریک نکنی، با مثلا روزی جمعه در نظرت دعا هست، یعنی الله تعالی جمعه را به شما مبارک گرداند، یعنی ظاهرا دعا عملی خوب است، لیکن برای اجرای عملی خوب اول دلیل لازم است که الله تعالی گفته باشد که ای مسلمان ها روزی جمعه همدیگر را به روزی جمعه تبریک و مبارکباد گویید گفته باشد. دلیل نیست. و پیامبر صلی الله علیه و سلم روزی جمعه مردم را تبریک کرده باشند یا گفته باشند که همدیگراتون را تبریک کنید. چه خیلی که گفتند که وقتی که به خانه در آمدید یا به نزد قوم آمدید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گویید و دیگرها و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته پاسخ گویند، یا یکی شما اگر عطسه کی داد الحمدلله گوید و دیگرها در جواب یرحمک الله گوید و سپس عطسه زننده یهدیکم الله و یصلح بالکم گوید. همین گونه تعلیم داده هستند. برای چه روزی جمعه روزی بزرگ هر هفته تکرار می شود، لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم با وجود محبتشان به این روز و با وجود بزرگداریشان این روز را نگفتن که این مردم همدیگر را تبریک کنید. یعنی که تقوا این است که یک کار خیر را اجرا کنی با علم داشته باشی که الله تعالی به اجرای همین عمل امر کرده باشد یا پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کرده باشد. و این چنین ان تترک معصیت الله، این چی گناه الله تعالی را ترک کنی علی نور من الله، با علم ترک کنی، از پیش خودت با این خوردنی فلان چیز حرام است و کار مثلا نگاه کردن به عورت زن حرام است، عورت زنی حلاله خود گفته، مثلا از همین خودداری کنی. یک موی سفید با همراه پسرهاش جدال کردین، یک شب ساعت 11 شب آمدین خانه که مقصد همین بچه هم کدیم ما مناقشه داریم در یک مسئله، بعد به همین خلاصه آمدیم که همین استاد چی گفت گپی همین من میگیرم. گفته پدری 70 سالشان راضی شده الله رحمت کنه. و چی مسئله گفتم؟ مهم که همین نگاه کردن به عورت زن حرام است، میگم موی سفید به شوهرش حرام است. با پسرها گفتن که حلال است، دو پسرشان قطع آمدین. بعد من گفتم که موی سفید اداملا بودن الله رحمت کند همین 70 سال نگاه نکردید؟ گفتم نه نگاه نکردم. گفتم قند زنید. گفتم اجازت است، آخه حلال است.
یعنی که از یک کار خودداری میکنه. این دلالت به پرهیزگاری و استفاده میکند. بیچاره ها همین که نکن گفتیان نکردیان، تا هم یک بار بینم چه خیلی بود است نگفتیان، تا همین روز خودداری کرده آمدیان. مقصد از یک کار باز میداری خودت را، ان تترک معصیت الله، از گناه دور میستی، علی نور من الله، با علم داشته باشی که الله تعالی گفته باشید که ای مردم به عورت زنت نگاه نکن مثلا، یا پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه نکن، بلکه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته که احفظ عورتک الا من ازواجک، عورت خود را محافظت کن غیر همسرهایت و ما ملکت یمینک، و آن کنیزهایی که در زیر ملکی تو هست. یعنی فقط به اون غلام دخترها، غلام زنهایی که شما به پولتان خریدید و شما صاحبش هستید، با آنها میتوانید عورتتان نشان دهید، و به زنهایتان که 4 زن حق دارید بگرفتن، و همین ها میتونید. اما از دیگرها عورت خود را محافظت کن گفتن، نگاه دار، کسی نبیند. فهمیدید؟ یعنی که دلیل لازم است برای ترک یک گناه. و ان تترک معصیت الله علی نور من الله، اینکه ترک کنی گناه را با علم داشته باشی که الله تعالی همین گناه گفته است، و مقصدت هم تخاف عقاب الله، ترسی از عذاب الله تعالی داشتی، با همین مقصد ترک کنی، نه با مقصد اینکه همین بیماری ضرر، همین گناه ضرر. هر یک گناه ضرر دارد، هر یک گناه ضرر دارد. تمام گناه قاعده هست، هر چیزی که حرام است و ضرر دارد، هر چیزی که الله تعالی امر کرد و فایده دارد. با فایدهش برای مثلا روزه داشتن فایده، برای معده، برای روده، برای این، برای عصب، گفتن روزه نداری و ترجو ثواب الله، کاری خیر کنی با علم اجرا کنی، مقصدت اجر و ثواب نایل شدن باشد. و این چون از گناه هم باز استی، از ترس الله تعالی باز استی، با علم باز استی. یعنی ببینید 6 دانه شرط دارد تقوا. کسی که این ها را اجرا میکنه او تقوادار است. الله تعالی همراهی تقواداران است، یعنی نصرت میدهد آنها را، دفاع میکند، دوست میدارد، قوت میدهد. والذین هم محسنون، آنهایی که محسن هستند. محسن کی است؟ محسن این از مومن هم درجهش بالا هست. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که الاحسان ان تعبد الله کانک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. احسان این است که الله تعالی را چنان پرستش کنی که گویا الله تعالی را دیده ایستاده، یعنی در حضورت الله تعالی هست. همین خیر باید پرستش کنی. اگر نتوانی دان که الله تعالی تو را میبیند، تو را نظارت دارد. همین درجه احسان است که بنده اگر همه وقت فکر کند که الله تعالی از هر یک حرکت او و سکون او، از هر یک نشست و خیست او با خبر است و الله تعالی او را دیده ایستاده است، چه خیل در حضور الله تعالی با آدابانه عمل میکرده باشد، در طول حیاتش همین خیل گردد، این به درجه محسن میرسد. الله تعالی چی میگوید؟ الله تعالی همراهی آنهایی که تقوادار هستند و همراهی آنهایی که احسانکار هستند. یعنی الله تعالی همراهی کافرها و همراهی بی تقواها نیست. اینجا فقط همراهی اینها هست، یعنی این معیت خاص است. واصبروا، در آیت دیگر الله تعالی میگه که واصبروا، صبر کنید، ان الله مع الصابرین، الله تعالی همراهی صبر کند. و صبر خودداری کردن از تقدیری بی‌زیب، تقدیری بدیه که به سر انسان می آید و برای انسان معقول نیست، لیکن الله تعالی این را تقدیر کرده است. خود را نگاه داشتن از سخنهایی که غضب الله تعالی را می آورد و از سخنهایی که الله تعالی را ناراضی می کند. باید بنده راضی شود. چه که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ان العین لتدمع، چشم آب دیده می برارد، و این العین و این القلب لیحزن، قلب غمگین می شود، چشم آب دیده می برارد. و این لفراقک یا ابراهیم لمحزونون، ما به فراق تو ای ابراهیم، پسرشان گذشته بود،
ما به جدایی از تو غمگین هستیم، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ما فقط آن سخنی را میگوییم که پروردگار ما را راضی کند. سر به وقتی که مصیبت میفرد اول دنیا را حقارت کنید، همون مصیبت را حقارت کنید، دشنام دهید، هر کی ماند حقارت کنید، بعد بدی دور از خیر صبر میکنیم گویید شما صابر نیستید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه الصبر عند الصدمه الاولى، صبر در صدمه اولا هست، در برابر شنیدن خبری بد یا در برابر دیدن مصیبت یا آمدن مصیبت صبر کردن، خودداری کردن. فهمیدید؟ انا همین صبر است و این چنین صبر از گناه است و این بزرگترین صبر است. گناه، نفسی شما گناه میخواهد، شیطان به گناه های وسوسه میکند، محیط اطراف به گناه وسوسه میکند، نفس خواهش دارد، شما صبر میکنید و این چنین صبر به طاعت میشد. به نماز بامداد خفتن در ساعت 12 یا 1، بامداد در ساعت 3، یعنی 15-20 دقیقه یا 1 ساعت نیم ساعت خواب میرید نمیرید، باید بامداد روید. مشقت است، صبر میکنید. روزه ها 18 ساعت 20 ساعت مشقت است، صبر میکنید. یعنی 3 نوع صبر هست: صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت و تقدیری بدی. واصبروا، امر الله تعالی، صبر کنید. ان الله مع الصابرین، الله تعالی همراهی صبر کننده است، یعنی آنها را نصرت میدهد، آنها را دوست میدارد، همراهی آنها است. بعد در آیت دیگر الله تعالی که کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله الله مع الصابرین. چقدر جماعت های کم جماعت های بسیار را غلبه کرد. یعنی در جنگ عدد اساس نیست، عدد اساس نیست. در جنگ حنین صحابه 10,000 نفر بودن، مغلوب شدن. اذ اعجبتکم کثرتکم، امروز شما را بسیاریتان به تعجب آورد، عجب کردید با خودتان که امروز بسید از عدد کمی هیچگاه مغلوب نمیشیم. گفتید اذ اعجبتکم کثرتکم، با بسیاریتان تعجب کردید، از جانب الله تعالی بسیاریتان یگان چی بی حاجت نکرد، شما را فایده نداد. حتی آنهایی که بیعت کرده بودند که تا وفات، تا مرگ از نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و از جنگ نمی گریزیم، گفته که ها گریختن. این است شؤم عجب. عجب یعنی خود به خود فخر کردن و به قوت خود تکیه کردن. همیشه شخص مسلمان به الله تعالی تکیه میکند، نه به قوت خود، نه به سلاح خود، نه به عدد خود. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، وقتی که تو تیر پرانیدی تو نپرانیدی، الله تعالی پرانید. بنابراین تکیه باید همیشه به الله تعالی باشد، نه به عدد. بنابراین الله تعالی که چقدر عددهای کم جماعتی بسیاری را مغلوب کرد باذن الله، با امر الله تعالی، با اجازت الله تعالی، با نصرت الله تعالی، با یاری الله تعالی، آدمهای کم بسیار را غلبه کردند. جنگ بدر 300 نفر بودن، 315 نفر بودن علیه 1000 نفر. جنگ احد خیر اگرچه مثلا ظاهرا مغلوب شدن، ولی بعضی علما میگن که این مغلوب حساب نمیشه. 61 آیت بعد جنگ احد نازل شد. یا مثلا در جنگ احزاب صحابه ها 1,500 کس بودن، احزاب 10,000 کس بود، مغلوب شدن. در جنگ مؤته مسلمان ها 3,000 نفر بودند. امپری روم وقتی که شنوید که 3,000 به جنگ برآمده است، 200,000 نفر از عسکرهای جنگیش که 600,000 نفر بود جدا کرد. گفت که این 200,000 نفر کفایه. مغلوب شدند. الله تعالی میگوید که کم من فئة قلیله غلبت فئة کثیرة باذن الله. چقدر گروهی خرد، جماعتی خرد، جماعت‌های زیادی را با اذن الله تعالی مغلوب کردند.
والله مع الصابرین، الله تعالی همراهی صبر کننده است. یعنی این معیت، این همراهیت الله تعالی همراهیت خاص است، خاص به بندگان پرهیزگار، بندگان تقوادار، بندگان صبر کننده و بندگان یعنی پرهیزگار و صالح است. بنابراین علما رحمت الله علیهم از صحابه ها و تابعین و تبع تابعین گفتن که المعیه معناها العلم و الرؤیه. معیت عام معناش معیت علمی، یعنی الله تعالی همراهی مردم است. آیت هایی که میبینید که هر کجایی که هستید الله تعالی همراهی شما هست، میگه این مقصد با علمش، با بیناییش، با شنواییش همراهی همه هست. هر کاری که کافر است مسلمان است در این دنیا اجرا میکند، الله سبحانه و تعالی از او با خبر است. اما معیت خاص با نصر، با نصرت و تأیید یا اقدام بر دشمنهای مسلمان ها، این خاص برای اهل اسلام و شخصان صالح است. والله تعالی اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.